خداوند متعال در کلام پاکش می فرماید: یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که شما به من پروردگار ایمان دارید، به کتابهای من خداوند، به ملائکه ها و به رسولان و پیامبران من خداوند. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که شما ایمان آورده اید، اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. ولتنظر نفس، هر یکی از شما با خود بیندیشد، ما قدمت لغد، برای فردا چه فرستاده اید. خداوند متعال می فرماید هر انسانی با خود بیندیشد برای فردای خود چه کرده ام، برای فردای خود باید چه بکنیم. خداوند متعال می فرماید تقوا بکنید. تقوا چیست و چگونه انسان می تواند انسان با تقوایی باشد؟ خداوند متعال در کلام پاکش صفتهای انسان با تقوا را بیان می کند. تمام راه‌های نجات در دنیا و آخرت، تمام راه‌های خوشبختی در دنیا و آخرت، تمام راه‌های خوشبختی در زندگی فردی، در زندگی خانواده، در زندگی اجتماعی، تمام چیزها در قرآن کریم هست. اما افسوس که من و توی مسلمان برای هر چی وقت داریم به غیر از قرآن کریم. کلید تمام مشکلات در قرآن کریم است. انسان اگر هر مشکلی داشته باشد، کلید تمام مشکلات در قرآن کریم است. اما متاسفانه ما و شما تمام راه‌ها را به خاطر نجات از مشکلات می رویم به غیر از راه قرآن کریم. تمام دروازه ها را می زنیم به غیر از دروازه قرآن کریم. از تمام تجربه ها استفاده می کنیم، از تمام فرامین و قوانین استفاده می کنیم. خداوند متعال می فرماید شما با تقوا باشید. خداوند متعال صفتهای انسان متقی را در قرآن کریم بیان می فرماید. خداوند متعال برای انسان با تقوا 5 صفت می گوید. هر یکی از ما و شما با خود بیندیشیم که این 5 صفت در زندگی ما و شما چقدر هست. صفت اول، خداوند متعال می فرماید الصابرین. یکی از صفتهای انسان با تقوا این است که او صبر دارد. صبر در مصیبت، بلاها، مشکلات، صبر در عبادت. حضرت ابراهیم علیه السلام یکی از الگوهای صبر است. حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند به او می‌فرماید ای ابراهیم، حضرت جبرائیل را می‌فرستد زن و همسرت را بردار. حضرت ابراهیم همسرش و یک طفل چند ماهه‌ای دارد. خداوند متعال توسط حضرت جبرائیل علیه السلام به حضرت ابراهیم میگوید زن و فرزند شیرخورت را بردار برو. حضرت ابراهیم میفرماید کجا بروم؟ حضرت جبرائیل میفرماید من همراه تو هستم، تو را میبرم به همان جایی که خداوند فرموده است. میبرد به یک ریگستانی که نه انسانی است، نه پرنده است، نه حیوانی است، نه درختی است، نه آبی است، هیچی نیست.
حضرت جبرائیل میفرماید ای ابراهیم، خداوند میفرماید همینجا. به مجردی که حضرت ابراهیم علیه السلام اسباب و وسایل خود را پایین می کند، خداوند می فرماید همسر و فرزند خود را بگذار تو برو. یکی از صفتهای انسان با تقوا صبر است. زمانی که به ما و شما مصیبتی می رسد، عزیزی را از دست می دهیم، تاوان مالی می کنیم، چیزی را گم می کنیم، بعضی از ما و شما اینقدر در میدان صبر ضعیف است، اگر یک پیاله ناچیزی در خانه می شکند، طفلی آن را می شکند. پیاله شکست انسانی هست می میرد. چنان سر و صدایی درست می کند، قیامتی برپا می کند. چرا پیاله شکست؟ خداوند متعال می فرماید یکی از علامتها و صفتهای انسان با تقوا این است که صبر دارد. در غمها و در بلاها و در ضررها و در مشکلات صبر می کند. حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند گفت زن و فرزندت را در همین ریگستان و در دشت بگذار برو. حضرت ابراهیم علیه السلام آنها را گذاشت و حرکت کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام شبی خواب می بیند. روز بعدش می آید طفل چند ماهه او حالا چند ساله شده است، هنوز به سن بلوغ نرسیده است. مفسرین می‌فرماید در سن 12 سالگی بود. حضرت ابراهیم خواب می‌بیند، صبحش می‌آید به فرزند خود به اسماعیل می‌گوید فرزندم خواب دیدم که تو را ذبح می‌کنم، حلال می‌کنم. حضرت اسماعیل 12 ساله می‌گوید پدر چیزی را که پروردگار فرموده است آن را انجام بده. یکی از علامتهای انسان با تقوا، خداوند می‌فرماید ای کسانی که شما ایمان آورده اید صبر تقوا داشته باشید. تقوا چیست؟ یکی از علامتهای تقوا صبر است.